بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علیه و سلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، الله برکت شما را درباره سه عملی برای شما پیشکش میکنیم. سه عملی که روز قیامت در ترازو برکشیدن نمیشوند. سه عملی که در ترازو برکشیدن نمیشوند. برای چی؟ برای بزرگی اجرشان، بزرگی پاداششان. یکم چیز العفو عن الناس، عفو کردن از مردم. اگر مردم تر ظلم کرده باشد یا چی نمود ظلم نباشد، غیبت از زدن از چیزی هست، اگر انسانی که عفو میکند مردم، میبخشد مردم، پاداشش چی است؟ الله پاداش معین کردگی نیست. یعنی پاداشش چی است؟ بی نهایت است، بی اندازه است. چلی که الله عز و جل می فرماید فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. الله می فرماید که کسی که عفو میکند، میبخشد و نکویی میکند، اصلاح میکند بین خود و بین همون انسان یا که بین دیگر کس، فاجره علی الله، پس اجر او به کی است؟ به الله است. یعنی وقتی که اجر معین که نمیشود به الله گذاشته میشود، الله کریم است، الله سخی است، اجر به عدد و به اندازه برای انسان میدهد برای عفو کردن برادرش. دیم صبر است. یکم گفتیم عفو کردن و بخشیدن از مردم. دیم صبر است. صبرم الله پاداش صبر معین کردگی نیست، از به اندازه و به نهایت و بزرگ بدنش. الله عز و جل می فرماید انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. قرائن الله عز و جل صابران کسی صبر طاقت میکند، شکیبایی میکند، اجر آنها را الله عز و جل برای آنها میدهد و وفا میکند روز قیامت بغیر حساب. ای بی حساب، به اندازه، اجر به اندازه و اجر به نهایت و به حساب. سیم روزه هم اجر به اندازه دارد، به حساب دارد. خیلی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی و انا اجزی به. هر یک عملی فرزند آدم برای اوست مگر روزه. فانه لی، پس روزه برای من است. برای روزه عبادتی است که هیچ کس در اون ریا کم است. انسان روزه دار است، کس نمیفهمد که روزه دار است. برای همین الله چی میگه؟ روزه برای من است و من پاداش او را میدهم. من، وقتی که الله میگه که من میدهم پاداش، پس الله خیلی سخی است و بزرگ است. و ندا می شود روز قیامت که در کجایند آنانی که اجر آنها برای الله است، که الله پاداش آنها را بدهد. پس صابران، روزداران، آنانی که عفو میکنند مردم، همانها پیش میروند. الله ما و شما را از جمله امانها بگرداند و ما و شما روز قیامت از همین حساب ما را ندا کنند.